برای همین هم هست که تو ایران اگه نگاه بکنی، بر اساس آمار مؤسسه گمان اگه نگاه بکنی، توی 40 سال گذشته حدود نصف مردم ایران از دینداری رفتن به بیدینی. سلام، برای بکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم. امروز با آرمین، یکی از آدمایی که حداقل از نظر دینی فکر کنم من و آرمین خیلی به هم نزدیک باشیم. حالا من کمتر حرف میزنم چون اونقدر شعور ندارم که حرف بزنم، برای همین آرمین رو بردم که حرفای منو از مغز من بتونه. سلام آرمین جون. سلام. خودتو آتئیست میدونی؟ پس میگی با هم نزدیکین؟ آره دیگه، من فکر میکنم یعنی من چیزی که هستم اگر بخوام اسم بذارم خودم میگم آتیست هستم، ولی اگر ولم کنی میگم یه حیوانم رو کره زمین که احتمالاً ما توی بازی هستیم. یعنی من باورم اینه که ما توی بازی، ما تو اون کاراکتر بازی ما یه حیوانیم که الان تو اون حیوان الان تایمش اینه که ما تاپ آف فود چینیم. بازی منظور مثلا یه سیمولیشنه؟ بله یه بله. مثلا یه بازی طراحی شد. اوکی. خب پس اینو به این باور داری. خب اگه اینو باور داری پس یه خدایی هست دیگه، کسی که این بازی رو طراحی کرده میشه خدا. خدا نیست، کریئتوره. کریئتور خدا نیست. خدا که اوکی. میدونی چی میگم؟ اون مثلا من بهش اینجوری نگاه میکنم، میگم فرض کن کال آف دیوتی بازی کردی؟ آره، خیلی وقت پیش بچه بودم. فکر کن کال آف دیوتی که بازی میکنی، بعد این کاراکترها انقدر ایوالو کنن که برسن به دین، بعد بیان بگن که آکه ما دینمون ایناست، یه خدا هستش به اسم مثلا منم درست کردم کال آف دیوتی به اسم سوال اقتصادی. بعد یه روز یکی از این کاراکترها خوشش میرسه به من، میگه تو خدای منی. بعد میگم به چپم، من فقط میخواستم نون بخورم، یکی ما رو استخدام کرد، من کدشو نوشتم، الان شما داری بازی مثلا اهمیتی نداری تو. اینی که تو فکر میکردی من نشستم تو رو کرییت کردم که بعد ببینم تو خوبی یا بدی، دیوونه ای. مثلا اهمیتی ندارم تو واسه من، به جهنم که هستید. امیدوارم همتون زرد بکشین، همتون پول داشتین به چپم. یعنی من اینجوری میبینم. پس به خدا اعتقاد نداری ولی به یک کریئتور میشه خالق دیگه. پس به یه خالق اعتقاد داری، یه خالق هستی این جهانی که توش میتونه هستی. باشه، میگم من نمیفهمم. میگم یعنی اگر بازی باشه و بازی رو یکی باید درست کرده باشه، خب آره دیگه، یکی باید درستش کرده باشه. چون شانس این که این نباشه هست مثلا 0.001. شانسی که این بازی باشه یا سیمولیشن باشه هست 99.999%. خب اگر از کجا در آوردی این احتمالاتو؟ اینو ایلان ماسک توی تد تاک میاد صحبت میکنه، میگه که آقا من یه حرفی میزنم، اگه کسی با من مشکل داره من استاپ کنه. میگه بازی پینگ پانگ یا پانگ سال 1969 اگه اشتباه نگم درست شده، و یا 1979 تو اون رنجا درست شده. و میگه ما الان از اون روز تا به الان از اون بازی اینجوری بینگ بینگ رسیدیم به مثلا کال آف دیوتی و فورتنایت و بازیایی که تو این لولن که دیگه مثلا ته ندارن، مثلا چیه این بازی که بچه‌ها میکنن، روبلاکس و اینا. بعد میگه آیا میتونین قبول کنین که ما تا 100 سال دیگه انقدر پیشرفته میشیم توی بازی که دنیای بازی آیدنتیکال خواهد بود با تمام دنیای ما، سناریو به سناریو، از اتم تا آیدنتیکال به فارسی میشه یعنی فارسیشو بگیم که بقیه هم بهش بفهم، غیر قابل تشخیص. یعنی یک آره غیر قابل تشخیص بگم آره فارسیشو. خوبه، عالیه، یعنی عین هم میشه. عین هم میشه. بعد همونجا میگه برای اونایی که الان میخواین زر زیادی بزنین 1000 سال قبول میکنین؟ بعد اینجا دیگه همه خفه میشن، یعنی همه میگن قبوله، ما 1000 سال دیگه قبول میکنیم که بنویسیم. بعد میگه خیلی خوب، میگه همین امروز 7 من میگم 50 سال. آره این حالا میگه اصلا بگو 1000 سال. میگه همین امروز ما بالای 4 بیلیون کامپیوتر داریم تو دنیا. میگه بیا حدس بزنیم تا 1000 سال دیگه یک دونه کامپیوتر جدیدم ساخته نمیشه، همین کامپیوتر امروزی فقط میمونه. که اینم دوباره احمقانه است، یعنی تو میتونی بگی 10 برابر شاید بشه، ولی میگه نه، فرق ما همینم میمونه. بعد میگه پس ما با وجود انسانیتمون اومدیم 4 میلیون زمینی درست کردیم که آیدنتیکال با زمین و دنیا و یونیورس ما. پس ما فقط با وجود خودمون اومدیم کردیم 4 بیلیون. پس شانس اینی که ما واقعی باشیم توی تمام این دنیاها میشه 1 تقسیم بر 4 بیلیون.
آره البته خب بذار کامل‌ترش رو بگم، چون که این میاد نشون میده که ما این حرفی که البته این ایلان ماسک از خودش نگفته، این یه نظریه خیلی قدیمی تری هست که الان ایلان ماسک اومده یعنی توجه بهش بیشتر جلب شده. خب نظریه هم که داره، البته نظریه خب فرضیه‌ای که الان ارائه شده اینه که با توجه به این که وقتی که اگه ما بیس ریالیتی باشیم، یعنی اون واقعیت پایه باشیم، خب ما به احتمال زیاد دنیاهای مجازی بسیار زیادی رو تولید خواهیم کرد. خب و توی این دنیاهای مجازی که تولید خواهیم کرد که موجوداتی رو به وجود میاریم، هوش مصنوعی رو به وجود میاریم که نمیدونن که توی یک فضای مجازی هستن. خب فکر میکنن که اینا به طور طبیعی به وجود اومدن و تعداد این دنیاهایی که به ازای یه دنیایی که ما الان توش زندگی داریم میکنیم، تعداد دنیاهایی که ساخته خواهد شد که مجازی خواهد بود میلیون ها یا شاید بیلیون ها خواهد بود. حالا با توجه به اینکه بر اساس این دنیایی که ما توش هستیم میلیون ها یا بیلیون ها فضاهای مجازی ساخته خواهد شد، این میاد میگه که خیلی عجیبه که ما تصور بکنیم که واقعیتی که ما توش داریم زندگی میکنیم واقعیت پایه است. واقعیت پایه یعنی اون واقعیتی که به طور مجازی یا به طور مصنوعی به وجود نیومد، اون واقعیت اول، واقعیتی که فرگشتی به وجود اومده، کربنی بوده، یعنی بدون مدیریت، بدون هوشی. خب ولی در نهایت یک واقعیت پایه‌ای هست که اولین واقعیت بوده و بعد اون واقعیت‌های مجازی رو به وجود آورده و هر کدوم از اون واقعیت‌های مجازی هم میتونن واقعیت‌های مجازی خودشون رو به وجود بیارن، مثل یک درختی. با توجه به تعداد بیشمار این واقعیت‌ها، ما اگه بخوایم ریاضیوار به این نگاه بکنیم، شانسی نگاه بکنیم، ما تو کدوم یکی از اینا احتمالش بیشتر هست که باشیم؟ تو اون واقعیت پایه که یک روی بی‌نهایت، احتمالش یک روی بی‌نهایته، یا تو یکی از اینا؟ میگه پس ما باید حدسمون این باشه که تو یکی از اون واقعیت‌های مجازی هستیم، نه واقعیت پایه. خب مشکل این ادعا اینه که ابطال ناپذیره، درسته؟ یعنی unfalsifiable، یعنی شما به هیچ وجه نمیتونی راستی آزمایش بکنی. درسته. خب پس چون ابطال ناپذیره، ارزشش به اندازه بقیه ادعاهای ابطال ناپذیره، یعنی هیچ اهمیتی نداره. چون شما نمیتونی اینو راستی آزمایی بکنی، یک ادعای ابطال ناپذیر ارزشش بود و نبودش هیچ اهمیتی نداره، چون روز زندگی ما هیچ تأثیری نداره. درسته؟ خب تأثیرش اینه که من یعنی فکر میکنم که خب ما بازی هستیم، یعنی من نمیبینم. اوکی خب ولی این میتونه، قبول داری این میتونه باشه، میتونه نباشه و هیچ روش راستی آزمایی برای شما وجود نداره. خب مگه همین روش راه آزمایی با تمام دینا یکی نیست؟ خب نه دیگه، بله خب بله، نه ادیان هم ادعاهایی میکنن که ابطال ناپذیرن. خب و چون ابطال ناپذیرن بی ارزشن، یعنی حتی اگه درست هم باشه ما قابلیت راستی آزماییش رو نداریم، برای همین در حد یک ادعایی که واقعیت نداره ارزش داره. خب ببین مثالایی که مثلا کارل سگان یه مثال خیلی معروف داره به اسم اژدهای توی گاراژ، The Dragon in the Garage. خب میاد ادعا میکنه که من یه اژدها تو گاراژم دارم، یه اژدهای نامرئی که هیچ رد پای نداره، هیچ گرمایی تولید نمیکنه، تکون که میخوره باد و تکون نمیده، هیچ اثری از خودش نمیذاره هیچ جا، هیچ دستگاهی هم وجود نداره، هیچ قابلیت و هیچ مکانیزم تجربی یا مشاهده‌ای هم وجود نداره که بتونه اینو دیتکت بکنه. هیچ دیتکتوری نمیتونه اینو دیتکت بکنه. خب یعنی همچین اجدهای من تو گاراژم دارم. خب و شما هم نمیتونی ببینید آیا این میتونه درست باشه؟ بله میتونه درست باشه، ولی مهم نیست. هیچ فرقی با این که درست نباشه نداره. یعنی اژدهایی رو ایشون تعریف کردن که اگر هم باشه بود و نبودش فرقی نداره، یعنی انقدر بود و نبودش فرقی نداره که شما میتونید زندگیتون رو ادامه بدید با این فرض که وجود نداره این اژدها. خب خدای دیستا هم یه خداییه که بود و نبودش فرقی نداره، حتی اگر هم باشه شما میتونید زندگیتون رو جوری ادامه بدید که انگار این خدا وجود نداره. این ادعا هم حتی اگه درست باشه، چون ابطال ناپذیره، چون قابلیت راستی آزمایی نداره، فرقی نداره که درست باشه یا نباشه. ما میتونیم زندگیمون رو ادامه بدیم
انگار که این اصلا واقعیت نداره، انگار که این اصلا درست نیست. توی زندگی ما پرگماتیکلی از کاربردگرایی خیلی نباید وقتمون رو این موضوع تلف بکنیم، چون هیچ فرقی ما اگه تو اون واقعیت پایه بودیم، ببین واقعیت پایه با این واقعیت سیمولیشنی که الان به مخاطبین معرفی کردی انقدر یکی هستن که شما میتونی زندگی رو جوری ادامه بدید که انگار تو واقعیت پایه هستی. واو چقدر قوی گفتی. انقدری که قوی گفتی که من از زندگی سرد شده بودم که میگم آقا یه بازی به جهنم و تو الان بازی واسه من واقعیت کردی. گفتی خب باشه، حتی اگه بازی باشه بازی تو در 20 بازی کن. خیلی قشنگ گفتی، دمت گرم، مرسی. آره برای اینکه پرگماتیکلیه دیگه، یعنی از کاربردگرایانه تو نمیخواد هرس بخوری که چرا من تو واقعیت پایه نیستم، چون انقدر زندگی شبیه واقعیت پایه است که در نهایت داری همون زندگی رو میکنی. تازه من بعد به این فکر کردم، گفتم که شاید مثلا زندگی پایه مثلا میگم بادای خیلی وحشتناک توش میاد، یا مثلا یه چیزی دارن سیل مذابی که اینا توی اینو حذف کردن. گفت آقا این سیل مذابی دیگه خیلی سمه، اینو نذار تو این کار. من تازه اینجوری چی میتونه باشه. مثلا گفتم مثلا به این واقعه میگه او چه کسافت کنی، ما که خیلی بالا گل داریم ما. ببین ادعاهای ابطال ناپذیر تعدادشون بی‌نهایته. خب یعنی ادعاهایی که میشه ما بکنیم که ابطال ناپذیر یعنی چی؟ یعنی نه شما میتونی اثبات بکنی که درسته و نه میتونی اثبات بکنی که غلطه. خب و چون تعداد این ادعاها بی‌نهایته، احتمال هر کدومشون، یعنی هر کدومشون به اندازه یک روی بی‌نهایت ارزش داره. واقعیت پایه میتونه بهتر، ممکنه ما واقعیت پایه باشیم، ممکنه واقعیت پایه اصلا یه جهنم باشه که شما ترجیح میدید اصلا توش نباشید. خب ممکنه واقعیت پایه خیلی بهتر از واقعیت ما باشه، اصلا مشخص نیست. چون مشخص نیست اهمیتی نداره. حالا یه مثالای دیگه هم هست، مثلا راسلز تی پاد یه مثال معروف دیگه هست که یه ادعای ابطال ناپذیره. میگه من میام ادعا میکنم که یه قوری هست توی فضا، داره توی دور خورشید میچرخه توی مداری که بین مدار کره زمین و مریخه. خب ولی یه قوری توی فضا خیلی کوچیکه، انقدر کوچیکه که هیچ تلسکوپی نمیتونه اینو بیاد ببینه، یعنی ما معمولا سیاره ها و سنگ‌های بزرگ و اینا رو میبینیم. خب ولی من الان میام ادعا میکنم که نه آقا جان، یه قوری الان تو فضا هست که داره توی این مدار دقیقاً دور خورشید داره میچرخه. ولی این ادعا رو شما نمیتونی اثبات بکنی، نه کسی میتونه رد بکنه. آیا الان شما به این قوری من ایمان میآورید؟ نه، منطقی نیست که ایمان بیاوریم، حتی اگر هم باشه. این موضوع اینه، حتی اگر هم واقعا این قوری باشه منطقی نیست که به این قوری ایمان بیاریم. من یه مثال از خودم در آوردم، بهش یه لاک پشت غول پیکریه که توی یک جهان موازی با ما وجود داره. اینو من از خودم در آوردم و این لاک پشت انقدر بزرگه، انقدر غول پیکره که یه گوزی داده و این گوزش انقدر نیروی بزرگی داشته که باعث شده که توی جهان موازی که جهان ما هست باعث بیگ بنگ بشه. یعنی این بیگ بنگی که ما الان داریم شروعش یه گوز یه لاک‌پشت دیگه بوده توی یه جهان دیگه ای که باعث شروع یه سیاهچال توی جهان خودشون شده و این یه کرمچاله رو باز کرده و باعث شروع بیگ بنگ جهان ما بوده. خب و شما هیچ وقت نمیتونی این لاک‌پشت رو بهش دسترسی داشته باشی چون توی جهان موازیه. خب و هیچ کسی نمیتونه بیاد به من الان نشون بده که این لاک پشتی که من الان از خودم در آوردم وجود نداره. خب یعنی این یه ادعاییه که نه من میتونم اثبات بکنم درسته و هیچ کسی هم نمیتونه بیاد اثبات بکنه که شروع جهان ما با این نبوده. هیچ کسی نمیتونه بیاد اثبات بکنه. این ادعای من غیر قابل تکذیبه. خب به این میگن یه ادعای ابطال ناپذیر. شما اگه میخواهید ادعاهای ابطال ناپذیر دیگر رو مثل خدا، مثل الله، مثل بقیه خدای دیستا مخصوصا، البته خدای ادیان ابراهیمی ابطال پذیر هست، یعنی ما میتونیم نشون بدیم که اون خداها وجود ندارن چون تعریفشون با خودشون تناقض داره. ولی خدای دیستا، خب خدای دیستا که مثلا اون صفات‌های اسلام و مسیحیت و اینا رو نداره، یه خدایی که جهان رو به وجود آورده دیگه کار خاصی دیگه هم نمیکنه، اون خدای دیستا مثل این لاک پشت منه. شما به همون اندازه اون خدا رو میخوای جدی بگیری باید لاک پشت منم جدی بگیری. خیلی میک سنس میکنه حرفت. خیلی ساده میگی ولی مثلا سوال اینه که چرا آدما اینو نمیگیرن؟
یعنی اگر منطق اینه اینقدر ساده است، چرا 4 میلیون تو باقالی هن؟ این یه اشتباه ما آتئیستاست. خب این اتفاقا مشکل از اونا نیست، مشکل از ماست. خب برای اینکه نه همه آتئیستا، ولی خیلی از آتئیستا چون باورهاشون رو بر این اساس انتخاب میکنن. البته خیلی از مسلمان‌ها و مسیحیان این کارو میکنن ولی اکثرشون اینطوری نیستن. خب چون ماها باورهامون رو بر این اساس میریم انتخاب میکنیم که تطابق با اون باوری رو انتخاب میکنیم که فکر میکنیم بر این باور، نظرمون اینه که این باور تطابق بیشتری با واقعیت داره. خب یعنی بعضی از مسیحی‌ها، بعضی از مسلمان‌ها و فکر کنم اکثر آتئیستا باورهاشون رو به این دلیل انتخاب کردن که من این باور رو انتخاب میکنم برای اینکه من فکر میکنم این مساوی هست، تا اونجایی که میتونم مساویش کردم با واقعیت، یعنی این تطابق بیشتری با واقعیت داره، برای همین من این باور رو میپذیرم. و ما فکر میکنیم بقیه انسان‌ها هم دارن این کارو میکنن، یعنی میل به این دارن که باورشون با واقعیت تطابق داشته باشه و باوراشون رو اینجوری انتخاب میکنن، در صورتی که کاربرد باورها برای اکثر انسان‌ها این نیست که تطابق داشته باشه با واقعیت. برای اکثر انسان‌ها باورهاشون 2 تا کاربرد دیگه داره. یکی کارت شناساییشونه، یعنی هویت بهشون میده. یکی هم کارت عضویته که بهشون تعلق به یه قبیله رو میده. خب و شما نمیتونی این 2 تا، یعنی حتی وقتی شما به یه کسی یا آدم باهوش هم هستن که میان بهشون نشون میده که مثلا این باورات مزخرف چرت و پرته و با خودت میگی این که باید بفهمه این چرت و پرته، چرا نمیفهمه؟ خب برای اینکه ما که نمیفهمیم، اتفاقا ما آتئیستایم که نمیفهمیم، ما فکر میکنیم که این باورش رو داره برای این نگه میداره که فکر میکنه این واقعیته، در صورتی که خودش ذهنش تو، حالا بعضیشون تو، اکثرشون تو ناخودآگاهشون متوجه هستن که از دست دادن این باور باعث از دست دادن یک هویت میشه و باعث از دست دادن عضویتشون توی گروهی میشه. حالا این گروه میتونه امت اسلامی باشه، میتونه خانوادهشون باشه، میتونه دوستاشون باشه، میتونه گروه‌های مختلفی همزمان باشه، ولی این عضویت ببین انسان یک حیوان اجتماعیه. خب انگیزه هاش بر اساس جایگاه اجتماعیشه. خب این برای ذهن و روان انسان خیلی هزینه داره که بتونه این کارت عضویت رو تو این گروه از دست بده. خب ما به شدت ذهنمون قبیله گرا هست، هممون، آتئیست، مسلمان، مسیحی، همه. خب ما اکثر اگه نیازهای اولیه‌مون تامین بشه، یعنی غذا و پوشش و خونه و اینا، دیگه تمام اکثر ذهنمون تمرکز میکنه روی جایگاه اجتماعیمون و اینکه چجوری سیگنال بدیم به بقیه اعضای جامعه که ما ارزش داریم. خب یعنی شما اگه نگاه بکنی لباسی که میپوشی، خونه‌ای که داری، ماشینی که داری، فضیلت فروشی که میکنی، ادعای دانشی که داری، تحصیلاتی که داری، زنی که داری، چه میدونم موهاتو که میری درست بکنی، همه اینها برای برای اینه که به جامعه، من جمله مثلا خانواده‌ات، بقیه جامعه، کسایی که اینه که نشون بدی که من جایگاهم تو این جامعه جایگاه خوبیه. خب یعنی من مهم هستم، جامعه برای من اهمیت قائل بشه. این ذهن ما رو بیشتر از همه نیازهای دیگه‌مون درگیر میکنه، حتی بیشتر از نیاز سکسمون. یعنی خیلی فکر میکنن که مثلا سکس خیلی مثلا ذهن ما رو درگیر میکنه، ولی این بیشتره، این خیلی برامون مهمتره که به جامعه نشون بدیم که من مهمم، من ارزش دارم. و اصلا برای همینم هست که هویتمون برامون مهم. اصلا هویت و جایگاهمون تو قبیله یک چیزه تقریبا، چون ما هویت خودمونم بر این اساس میشناسیم که جامعه داره با ما چجوری نگاه میکنه. وقتی که بفهمیم چقدر اضطراب داره موقعی که شما اون جایگاه رو تو جامعه از دست بدی، اون وقت متوجه میشیم که چرا این هویت و این عضویت و قبیله یه چیزی هست که اگه شما احساس امنیتی بهش میکنی، دو دسته بهش میچسبی و حاضر نیستی از دست بدی. برای همین هم هست که آتئیستی موقعی رشد بیشتری میکنه، یعنی قسمت یک محرک اولیش منطق و دانش و ایناست، ولی موقعی شروع میکنه به رشد زیاد اینه که یک کسی احساس بکنه یه جایگزینی براش وجود داره. یعنی مثلا گروه‌های آتئیستی یا گروه‌های دیگه‌ای که دینی نیستن، احساس هویت بکنی، احساس داشتن هویت بکنی، احساس
تعلق به یک گروه جدید بکنی. حالا میتونه بر اساس بیدینی یا آتئیستی باشه و میتونه نه اصلا در ربطی با آتئیستی و بیدینی هم نداشته باشه، فقط بر اساس یه چیز غیر دینی باشه. خب برای همینم من هست که من فکر میکنم توی ایران ما تغییر دین و عبور از دین خیلی زیاد و راحت داشتیم. خب یعنی ما اگه نگاه کنیم ما جامعه‌ای بودیم که سنی به شیعه‌اش خیلی راحت بود، الان از شیعه به غیر مسلمان، یعنی از اسلام اومدن بیرون هم براش خیلی راحته، چون ما یه هویت ملی‌گرایی خیلی قوی داریم که روی اون میشه حساب کرد برای هویت سازی و احساس عضویت کردن. چون اون هست، برخلاف خیلی از کشورهای اسلامی دیگه، این عبور از اسلام کار راحت تریه چون یه جایگزین هویت و عضویت رو داریم. چه جالب، خیلی جالب. نه خیلی عالی بود، جالب. راست میگی، چون کشور دیگه مثلا اگه تو بگی من مسلمون نیستم، از مثلا کشور مسلمون همه جامعه طردت میکنن یه جورایی، ولی تو ایران اگه بگی من نیستم میگن تو باحالی، تو روشن فکری، تو گول نخوردی. واسه همین یه گروه هست که جون میشی. آره قبلا اینجوری نبود، این قبل از انقلاب اینجوری نبود. الان چون دیگه به شدت اینجوری شده، اینا رو هم هی تاثیر میذاره و سرعتش رو افزایش میده. برای همین هم هست که تو ایران اگه نگاه بکنی، بر اساس آمار مؤسسه گمان اگه نگاه بکنی، توی 40 سال گذشته حدود نصف مردم ایران از دینداری رفتن به بیدینی. نمیگم آتئیستن ها، ولی نصف بیدین شدن. خب و آمار آتئیستامون هم قابل مقایسه است با کشورهای اروپایی. البته کسایی که به خودشون میگن آتئیست نه، ولی کسایی که به خدا باور ندارن بالای 20%. خب یعنی اگه آمار رو نگاه بکنی، فکر کنم حدود 8% به خودشون میگن آتئیست. آتئیست رو توضیح میدی واسه کسی که نمیدونه آتئیست چیه؟ مفهوم واقعی. آتئیست به کسی میگن که به خدا باور نداره. حالا لازم نیست بیاد بگه خدایی وجود نداره، فقط کافیه که به خدا باور نداشته باشه. خب این فرق خیلی مهمیه که بعضی نمیفهمن. خب ما ببین، کسی که میگه خدا نیست این آتئیست هست، ولی این شرط کافیه ولی شرط لازم نیست. خب یعنی شما اگه بگی خدا نیست آتئیست هستی، ولی کسی که میگه من به خدا باور ندارم ولی نمیگه خدا نیست، این هم آتئیسته. پس شرط لازم و کافی اینه که شما به خدا باور نداشته باشی. حالا اگه بگه خدا هم نیست، یک مرحله رفتی بالاتر. یعنی ما یک اگناستیک ایتیست داریم، یه ناستیک ایتیست داریم. اگناستیک ایتیست کسیه که میاد میگه خدا، من به خدا باور ندارم ولی نمیام بگم خدا نیست. حالا ناستیک ایتیست کسیه که میاد میگه من به خدا باور ندارم و همچنین هم، یعنی به اضافه اون میگم هم که خدا نیست. خب حالا اینکه به خدا باور ندارم و اینکه خدا شما نیست خودت کدومشی؟ یکیه. بستگی به خدا داره. من به خدای ادیان، من به اونها ناستیک ایتیست هستم، یعنی حاضرم ادعا بکنم که نیستن. ولی به خدای دیستا، چون خداییه که طوری تعریف شده که ابطال ناپذیره، نسبت به اون اگناستیک ایتیست هستم. ولی اگناستیک ایتیست به این معنی نیست که اون ادعا رو دارم جدی میگیرم. اگناستیک ایتیست یعنی اون ادعای خدا رو به همون اندازه جدی میگیرم که اون لاک‌پشت گوزوه رو جدی میگیرم. به همون اندازه جدی. من لاک‌پشت رو بیشتر اون تاثیر گذاشت، چون فرمش هم میک سنس میکنه. اصلا که یونیورس هم اینجوری هر میک سنس، یعنی هر چی میذارم 3D دارم لاک‌پشت رو میارم میذارم یونیورس، میبینم دقیقاً همونه. یه چیزی بهت بگم باورت نمیشه. من این لاک‌پشت رو خیلی تو برنامه هامون بهش اشاره کردم. یه کسی اینو تتوش کرده روی دستش. آره این لاک‌پشت، ولی خیلی هم کردم ای بابا این که زشت در میاد، ولی خیلی قشنگ کشیده. تتوش هم برامون فرستاد. اینو تتو کرده روی اقتصادی